مردم این کشور اروپایی عاشق ایرانن و بیش از هر کشور دیگه‌ای درباره تاریخ ایران میدونن. اگه توی خیابون این کشور راه برین و با مردمش حرف بزنین و بگین اهل ایرانین، متوجه لبخند و خوشحال شدنشون از شنیدن نام ایران میشین و حتی میبینین اطلاعات تاریخیشون درباره ایران باور نکردنیه. این کشور جزو 5 کشور توریستی دنیاست و سالانه بیش از 50 میلیون نفر به اون سفر میکنن و بهترین آب و هوای اروپا رو داره. جالبه بدونین برای اولین بار در دنیا قانونی رو تصویب کرده که اجازه میده مردم برخی از کشورها از جمله ایران بدون نیاز به مدرک زبان یا هر چیز دیگه‌ای و فقط با خرید یک خانه در این کشور اقامت دائمش رو بگیرن. اگه یه ایرانی در این کشور خونه بخره، به همسر، فرزندانش، پدر و مادر خودش و همسرش اقامت دائم میدن و با این اقامت دائم میشه بدون نیاز به ویزا به 29 کشور اروپایی مثل سوئیس، فرانسه و غیره سفر کرد. این تقریباً بهترین برنامه مهاجرتیه که یک کشور برای ایرانیان گذاشته. حالا این کشور کجاست؟ کشور زیبای یونان. شما با خرید یک خانه در یونان که هم قیمت تهرانه میتونین اقامت دائم یکی از بهترین کشورهای اروپایی رو بگیرین و بعد 7 سال هم صاحب 5مین پاسپورت قدرتمند دنیا بشین. اگه سالی درباره اخذ اقامت یونان دارین، میتونین با بزرگترین شرکت مهاجرتی ایران به نام آدونیس که 2 دفتر در ایران